یکی دیگر از مشکلاتی که برخی از زنان و شوهران با اون مواجه هستند این هست که در منی شوهر هیچ گونه اسپرمی یافت نمیشه و منی شوهر هیچ گونه اسپرمی نداره. در اینجور مواقع در برخی از مراکز درمانی اسپرم شخص دیگری غیر از شوهر رو با توسط دستگاهی به درون حفره اون خانومی که شوهرش اسپرم نداره منتقل میکنن و از اون طریق اون زن و شوهر دارای فرزند میشن که نظر رهبر معظم انقلاب این هست که این فرایند هم اشکالی نداره و حرام نیست، به شرطی که از مقدمات حرام باز در این مسئله جلوگیری بشه که همون لمس حرام و نگاه حرام به بدن و عورت نامحرم هست. در مواردی که اسپرم غیر شوهر رو با دستگاه درون رحم زنی که شوهرش دارای اسپرم نیست قرار میدن، در این موارد بچه‌ای که به دنیا میاد نظر مقام معظم رهبری و برخی از مراجع این هست که این بچه صاحب نطفه هست و همچنین بچه اون زنی که تخمک از اون زن هست و اسپرم داخل رحم اون زن قرار گرفته. پس بنابراین این شوهر این زن پدر بچه قلمداد نمیشه، بلکه پدر بچه صاحب اسپرم هست و مادر بچه هم زنی است که اسپرم مرد بیگانه در رحم اون زن جای گرفته.